سلام دوستان، داخل این ویدیو میخوام به شما مهمترین کلمات زبان انگلیسی رو به شما بگم. accept یعنی پذیرفتن، achieve یعنی دستیابی کردن، act یعنی عمل کردن، انجام دادن، admire یعنی تحسین کردن، admit یعنی پذیرفتن، advice یعنی مشاوره کردن یا همون نصیحت کردن، effect یعنی تأثیر گذاشتن، agree یعنی موافقت کردن، aim یعنی هدف گذاری، allow یعنی اجازه دادن، amaze یعنی شگفت زده کردن، analyze یعنی تجزیه و تحلیل کردن، announce یعنی اعلام کردن، answer یعنی پاسخ دادن، appear یعنی ظاهر شدن، apply یعنی درخواست کردن، approach یعنی نزدیک شدن، argue یعنی بحث کردن، arrange یعنی ترتیب دادن، arrest یعنی دستگیر کردن، ask یعنی پرسیدن، assist یعنی کمک کردن، assume یعنی فرض کردن، attack یعنی حمله کردن، attempt یعنی تلاش کردن، attract یعنی جذب کردن، bake یعنی پختن، ban یعنی ممنوع کردن، bargain یعنی مذاکره کردن، behave یعنی رفتار کردن، believe یعنی باور کردن، bend یعنی محکم کردن، bite یعنی گاز زدن، blame یعنی سرزنش کردن، bleed یعنی خونریزی کردن، boil یعنی جوشاندن، borrow یعنی قرض کردن، bother یعنی آزار دادن، bow یعنی خم شدن، break یعنی شکستن، breathe یعنی تنفس کردن، build یعنی ساختن، burn یعنی سوزاندن، bury یعنی دفن کردن، buy یعنی خرید کردن، calculate یعنی محاسبه کردن، call یعنی تماس گرفتن، can یعنی توانستن، cancel یعنی لغو کردن، capture یعنی دستگیر کردن، care یعنی مراقبت کردن، carry یعنی حمل کردن، crave یعنی حکاکی کردن، cause یعنی باعث شدن، celebrate یعنی جشن گرفتن، challenge یعنی چالش دادن، چالش، change یعنی تغییر دادن، charge یعنی مبلغی رو یا چیزی رو از کسی قرض گرفتن، chase یعنی تعقیب کردن، chat یعنی گفتگو کردن، cheat کلمه cheat هم به معنی فریب دادن هم به معنی خیانت کردن، check یعنی بررسی کردن، cheer یعنی شادی کردن، choose یعنی انتخاب کردن، chop یعنی خرد کردن، claim یعنی ادعا کردن، clap یعنی تشویق کردن، clean یعنی تمیز کردن، clear یعنی پاک کردن، click یعنی کلیک کردن، climb یعنی صعود کردن، close یعنی بستن، coach یعنی مربیگری کردن، collect یعنی جمع آوری کردن، color یعنی رنگامیزی کردن، come یعنی آمدن، comfort یعنی راحت کردن، command یعنی فرمان دادن،
communicate communicate یعنی ارتباط برقرار کردن. compare 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 یعنی مقایسه کردن. compete یعنی رقابت کردن. complain 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 یعنی شکایت کردن. complete 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 یعنی کامل کردن. compose 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 یعنی ترکیب کردن. compromise 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 یعنی توافق کردن. concentrate 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 یعنی تمرکز کردن. concern 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 یعنی نگرانی کردن. conclude conclude یعنی نتیجه گرفتن. conduct 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 یعنی انجام دادن. confess 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 یعنی اعتراف کردن. confuse 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 یعنی گیج کردن. connect 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 یعنی اتصال دادن. consider 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 یعنی در نظر گرفتن. consist 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 یعنی تشکیل شده از. construct 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 یعنی ساختن. consult 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 یعنی مشاوره کردن. contain 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 یعنی شامل بودن. continue 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 یعنی ادامه دادن. contribute contribute یعنی کمک کردن. control control یعنی کمک کردن. cook 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 یعنی آشپزی کردن. cool 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 یعنی خنک کردن. copy 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 یعنی کپی کردن. correct 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 یعنی اصلاح کردن. cost 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 یعنی هزینه داشتن. cough 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 یعنی سرفه کردن. count 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 یعنی شمردن. cover 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 یعنی پوشاندن. crack crack یعنی شکستن. crash 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 یعنی تصادف کردن. crawl 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 یعنی راه رفتن. create 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 یعنی ایجاد کردن. cross 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 یعنی عبور کردن. cry 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 یعنی گریه کردن. cure 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 یعنی درمان کردن. curl 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 یعنی خمیدن. cut 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 یعنی بریدن. cycle 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 یعنی دوچرخه سواری کردن. damage 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 یعنی آسیب رساندن. dance 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 یعنی رقصیدن. dare 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 یعنی جرأت کردن. deal 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 یعنی معامله کردن. debate 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 یعنی بحث کردن. declarate 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 یعنی کم شدن سرعت. decorate 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 یعنی تزیین کردن. decrease 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 یعنی کاهش دادن. defeat 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 یعنی شکست دادن. defend 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 یعنی دفاع کردن. define 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 یعنی تعریف کردن. delay 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 یعنی تأخیر دادن. delight 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 یعنی شاد کردن. deliver 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 یعنی تحویل دادن. demand 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 یعنی تقاضا کردن. demonstrate 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 یعنی نشان دادن. deny 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 یعنی انکار کردن. depend 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 یعنی وابسته بودن. describe 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 یعنی شرح دادن. desert 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 یعنی ترک کردن. deserve 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 یعنی لایق بودن. design 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 یعنی طراحی کردن. destroy 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 یعنی نابود کردن. detail detail detail
یعنی جزئیات را بیان کردن. detect 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 یعنی شناسایی کردن. develop 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 یعنی توسعه دادن. کلمه بعدی devote 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 یعنی اختصاص دادن. دیال 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 یعنی شماره گیری کردن. dictate dictate یعنی دیکته کردن. dig 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 یعنی کندن. diminish 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 یعنی کاهش دادن. deep 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 یعنی فرو بردن. direct 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 یعنی مستقیم. disagree 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 یعنی مخالفت کردن. disappear 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 یعنی ناپدید شدن. discover 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 یعنی کشف کردن. discuss 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 یعنی بحث کردن. dislike 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 یعنی دوست نداشتن، نفرت داشتن. distract 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 یعنی پرت کردن. distribute 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 یعنی توزیع کردن. dive 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 یعنی غواصی کردن. divide 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 یعنی تقسیم کردن. do 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 یعنی انجام دادن. donate 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 یعنی اهدا کردن. drag 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 یعنی کشیدن. draw 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 طراحی کردن. dream 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 یعنی رویا دیدن. dress 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 یعنی لباس پوشیدن. drink 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 یعنی نوشیدن. drive drive یعنی رانندگی کردن. drop 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 یعنی رها کردن. dry 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 یعنی خشک کردن. earn 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 یعنی کسب کردن. eat 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 یعنی خوردن. educate 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 یعنی آموزش دادن. elect 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 یعنی انتخاب کردن. eliminate 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 یعنی حذف کردن. embarrass 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 یعنی شرمسار کردن. embrace embrace یعنی در آغوش گرفتن. این کلمه شبیه کلمه قبله ولی کلمه قبل embarrass، این کلمه میشه embrace. employ 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 یعنی استخدام کردن. empower 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 یعنی قدرت دادن. encourage 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 یعنی تشویق کردن. end 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 یعنی پایان دادن. endure 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 یعنی تحمل کردن. enjoy 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 یعنی لذت بردن. enlarge 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 یعنی بزرگ کردن. insure 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 یعنی تضمین کردن. entertain 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 یعنی سرگرم کردن. envision 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 یعنی تصور کردن. equip 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 یعنی تجهیز کردن. escape escape یعنی فرار کردن. establish 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 یعنی بنیادگذاری کردن. estimate 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 یعنی برآورد کردن. evaluate 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 یعنی ارزیابی کردن. exaggerate 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 یعنی بزرگنمایی کردن. excel 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 یعنی برتری داشتن. exchange 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 کلمه exchange دو تا معنی داره. معنی اولش به معنی تعویض کردن و عوض کردن یا همون تغییر دادن و معنی دیگهش به معنی صرافیه. exercise 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 یعنی ورزش کردن. expand 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 یعنی گسترش دادن. expect 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 یعنی انتظار داشتن. experience experience یعنی تجربه کردن. explain explain explain
یعنی توضیح دادن. explore 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 یعنی بررسی کردن. extend 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 یعنی گسترش دادن. extract 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 یعنی استخراج کردن. face face کلمه face مثل کلمه exchange دو تا معنی داره. معنی اولش به معنی صورت هستش و معنی دومش هم روبرو شدن با چیزیه. fail 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 یعنی شکست خوردن. fall 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 یعنی افتادن. favor 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 یعنی ترجیح دادن. fear 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 یعنی ترسیدن. feed 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 یعنی خوراک دادن. feel 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 یعنی احساس کردن. fight 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 یعنی جنگیدن. feel 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 یعنی پر کردن. find 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 یعنی پیدا کردن. finish 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 یعنی پایان دادن. fish fish کلمه fish هم به معنی ماهی و هم به معنی ماهیگیری کردن. fit 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 یعنی مناسب بودن. fix 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 یعنی تعمیر کردن. flee flee یعنی فرار کردن. float float یعنی شناور بودن. fly 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 یعنی پرواز کردن. follow 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 یعنی دنبال کردن. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده بوده باشیم و براتون این ویدیو مفید و کاربردی بوده باشه. و همچنین اگه خواستیم ویدیو بیشتری در مورد آموزش زبان انگلیسی بدونید، حتما کانال ما رو سابسکرایب یا همون مشترک شدن کنید. اگه میخواین به من انرژی بدین، حتما این ویدیو رو لایک کنین و حتما داخل بخش کامنت ها نظرات و پیشنهاداتتون رو برام بنویسید. و اگه میخواین علائم راهنمایی رانندگی رو به زبان انگلیسی بدونید، حتما این ویدیو رو نگاه کنید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.